ماشینتون در حالت درجا هر میکنه، یا تو سرباله یا دود سیاه داری، یا اینکه گاهن بعضی موقع خوش کار میکنه ماشین، بیا اینجا تا بهت بگم داستانش. خب ابتدا از آچار تعمیر مخصوص شیربرقی استفاده میکنیم و شیربرقی رو باز میکنیم و مگنت داخل شیربرقی رو خارج میکنیم و همینطور که در تصویر مشاهده میکنید این مگنت بر اثر سایش خراب شده و این شیربرقی عملا خراب شده. اگر بخوایم حالا به صورت موقت کارمون را بندازیم و جای گیر کردیم، میتونیم با یک ضربه چکش به سر میل با این کار مگنت جابجا شده و سر سالم مگنت رو داخل بوبین قرار میدیم.